و دنبال اعلامیه قماندانی امنیه ولایت بدخشان مبنی بر یافت شدن جسد کودک 7 ساله از مربوطات قریه هزارمیشی ولسوالی ارگو ساکنان این ولایت را سخت اندوهگین ساخته است. قتل مرموز این طفل از سوی ربایندگان خشم هزاران تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مرد و زن در داخل و خارج این ولایت را به همراه داشته است. کاربران این رویداد را بی سابقه بیان نموده و با ابراز همدردی به خانواده این طفل از امارت اسلامی خواهان به کیفر رسیدن عاملان این جنایت هستند. معزالدین احمدی رئیس پیشین اطلاعات فرهنگ بدخشان با محکوم نمودن این جنایت و با مخاطب قرار دادن مسئولان محلی بدخشان از مسئولان خواسته است قاتلان را پیدا کنید و عدالت بپا دارید. حسیب الله احمدی یک کاربر فیسبوک نوشته است باید به جنایتکاران چنین درسی داده شود که تا جرأت تکرار ظلم را نداشته باشند. عبدالحسیب عزیزی یک کاربر دیگر فیسبوک نوشته است اگر قاتلین این طفل پیدا نشود همه مردم ارگو قاتل هستند. نزدیکان این طفل میگویند در راستای پیدا کردن آن با حکومت محلی بدخشان در ارتباط شدند و از مجرای مختلف جهت یافتن این طفل اعلامیه پخش نمودند، اما سرنوشت تلخی در انتظارشان بوده است. آنان خواهان عدالت می باشند. عثمان پسر استاد جاوید الفت از ناحیه دوم شهری وحدت ولسوالی ارگو می باشد و از 2 ماه بعد این سو شد که ناپدید شده بود. قراری که گفته می شود ربایندگان بدن این طفل را سوراخ نموده و اعضای داخلی آن را بیرون کشیدند.